داستان قربانی شدن یک عشق. آرزو داشتم تنها پسرم با دختر خواهرم ازدواج کند، اما او در دوران دانشجویی به دختری از خانواده مستضعف که با هم کلاسی بودند علاقه‌مند شد و دختر مورد علاقه‌اش را به عقد خود درآورد. سلیم از ازدواج با سکینه خیلی خوشحال بود، اما هر موقع نامزد او به خانه ما می آمد سردرد می شدم و احساس می کردم این عروس ییلا قبا در شأن خانوادگی ما نیست. من هرچه با خودم کلنجار رفتم تا مهر و محبت این دختر را در دلم جای دهم فایده ای نداشت و خواهرم نیز با نیش و کنایه هایش آتش بیار این معرکه شده بود. متاسفانه پس از گذشت مدتی نقشه شومی کشیدم و با کمک پسر خواهرم فردی را اجیر کردیم تا ادعا کند قبلاً با عروسم آشنایی و رابطه داشته است. ما با این تهمت‌های ناروا توانستیم سلیم را نسبت به همسرش بدبین کنیم و او نامزدش را طلاق داد. من بلافاصله دختر خواهرم را به عقد پسرم درآوردم، اما سلیم و دختر خاله‌اش خیری از زندگیشان ندیدند. چون آنها صاحب 2 فرزند معلول شدند و عروسم که تاب و تحمل مشکلات زندگی و جمع جور کردن این 2 طفل بیگناه را نداشت، پس از گذشت 15 سال به پسرم خیانت کرد و دنبال سرنوشت خودش رفت. از آن به بعد من و پسرم خودمان را به پرستاری از این 2 بچه معلول سرگرم کردیم، ولی هر روز که می‌گذشت من به خاطر ظلم و خیانتی که در حق عروس قبلیم کرده بودم عذاب وجدان بیشتری پیدا می‌کردم. خیلی دنبال سکینه گشتم تا او را پیدا کنم و حلالیت بطلبم، ولی هیچ آدرس و نشانی از او پیدا نکردم تا اینکه برای سفر زیارتی به مشهد آمدیم. در اینجا هنگام عبور از خیابان با یک موتورسیکلت تصادف کردم و وقتی که برای مداوا به بیمارستان انتقال یافتم باورم نمیشد پرستار مرکز درمانی همان کسی باشد که سالها دنبالش میگشتم. سکینه با مهربانی از من پرستاری و مراقبت کرد و زمانی که دستایش را محکم گرفتم و با شرمندگی برایش تعریف کردم مرتکب چه گناه بزرگی شدم، او با لبخندی معصومانه دستم را بوسید و گفت: مادر جان، حتما قسمت اینطوری بوده است و من از شما هیچ دلخوری و ناراحتی به دل ندارم و همینجا شما را بخشیدم. زن 65 ساله گفت: از این که میبینم سکینه با فردی شایسته ازدواج کرده و 2 دختر زیبا و دوست داشتنی دارد خیلی خوشحالم و برایشان دعا میکنم خوشبخت و سعادتمند بشوند. امیدوارم خدا هم از خطاهایم بگذرد. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. دوستان اگه از این دست ویدیوهای عاشقانه کوتاه خوشتون میاد ممنون میشم با لایک و سابسکرایبتون از کانال من حمایت کنید.